بادی صبا را به گلستان گذری هست، تا بادی صبا را به گلستان گذری هست. مرغانی چمن را برای گل نظری هست، مرغانی چمن را برای گل نظری هست. نومید نباید شدن گردشی ایام. اختصاص من سالمندگ عمومی شش مقام میشه. من از سالی شش مقام میخونم، از صنف هفتمی تا اینجا شش مقام میخونم. در آزمون پروین با نمیت شش مقام جای کار گرفتم و میخوام که در آزمون تاجیکستان از من با شش مقام جای اول اشغال کنم. ما از صنف پنجه استادم عبدالله جواد کنم بازی در کنسرواتوار حیدر زاهدشاه استادای بزرگ مستانه گشت و گوش میکنیم بایمانمن بزرگ از پنجاکل علیم بابای هم استادا بسیار خوش دیبرویم استادی فروغ هفت کلان، شوق سمرقند، شوق صادرخان استاداشون بسیار. بیا که زلفی کجور، بیا که زلفی کجور، چشمی سور مساوی جاسد دارد، نگاهی گرم و ادای دیر ربایی جاسد دارد. چشمکان این آرامی روحی بنده به نهایت برای عصب آرام کردن این یک معجزه هم گفتن ممکن است، چون آدم از راه حلاوت میبره وقتی گوش میکند، هم موسیقیش و هم شعر و هم سرود گوش کردن ده این یک کیفیت آدم بلند میبردارد. عادتا این آموزگارای کنسرواتوار جمهوری تاجیکستان گوش میکنیم، چون که حاضر اساسا همینها برآمد میکنند. قبلا کیا را گوش میکردیم؟ پیشتر ما بهلا اسحاق را گوش میکردیم، احمد باباخوی را گوش میکردیم و دسته چشمکان خانانی که در رادیو تلویزیون بودن همینها را گوش میکردیم و یا بسیاری بودن. آفتاب است آن پریر یا ملائک یا بشر، قامت است آن یا قیامت یا الف یا شکر.